درود با شما بینندگان عزیز. این یکی از آهنگ‌های فلک راغی بود. موضوع نوبتی قصه های مردم کوهستان فلک راغی نام دارد. با ما باشید. این موضوع رو ما از دهه نیمدره زادگاه حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای معروف آدینه هاشیموف آغاز کردیم. دهه نیمدره بین این کوه‌ها در دهات دشت جم ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین واقع می باشد. فلکسرا آدینه هاشیموف تیز تیز به این دهه می آمد. سالهای کودکیش همینجا گذشته زادگاهش را دوست می داشت. همصحبت من بابای شریف امکیوف، یکی از همدهگان حافظ خلقی تاجیکستان آدینه هاشیموف. آدینه وقتی که فلک میزد، وقتی که نیمدره آمد فلک میزد، با فلک بودم آدینه هاشیم. آدینه همه جا اومد پیش اگه کورو سر شدن یک مومانش کردم. هر روز حالتی اوقاتی نصف روزی یک خانه، بگاهی یک خانه، سر یک خانه. فقط اینجا بابای سفر میگفتن اتایها اون بچه یک دکتر داشت، عجیب دکتر خوب بود. همین دکتر را گفتم عادت شد نمیگیری، نمیموند از این. فقط معیشت میکردیم آدینه بگیریم. بعد میگرفت خلق میگفت بعد میگفتم که نموند دکتر. یه بای شریف میگفت اگر من شب تو روز که بگم باز کنم میگو هیچی نگفته یا دم بگیرم. یک ماه 29 روز یا یک ماه شده بچه همه زمانش کردم گفتم یگون جا میرم. فلک آدینه چخیل فلک بود؟ فلک آدینه همه نمود فلک میزد. فلک دشتی میزد، فلک راغی میزد، فلکی چخیل بگم کوهستانی میزد. آدینه در خلاصه ای کودکی ای مدرکیمون ای خوردی ما گب نبود. فلک راغی را چخیل میخوان؟ فلک راغی را اکد چخیل بگم شما همه آتش خیلی آدینه هم دور بود آتش هم دور بود. اونم دیدم دی بابای قاسم. ها بابای هاشم اینجا مکه غریب شو گفتنی بچه امک داشت. بابای هاشم در دشتیم رایون دا بود. سرداری همین حواسکارو بود. هر روز شنبه اون وقتا جمعه آدیخ بود. همیجا بگو می اومد همون دکترش نیک دویم خطیش بود. صفای کلان داشت یک سردای کلان تایمودا همین مردم جمع شدن. تا نیمای شب باز میکرد. بابا شریف یه چیزی که من گفتم بپرسم همین نام نیمدره ای زادگاه آدینه هاشیم نام نیمدره معناش چیه؟ نیمدره معناش همه که بالادره میگن پایین دره طرف ترینو. همیشه میونه دره بین بالا و پایین بینش همیشه برای همین نیمی دره نه بالا داره نه پایان داره نیمی داره. با کلانترای ما هم میخویم. امروز فلک هستی جا میخونه یکون کسی نخونده؟ نه یکی رفتن آدینه دیگه فلک خون نه همونجا بچه یوش بودیم سینفی 7-8 بودیم مردم دراو میکردم اینجا. بعد همه دراو دا الله میگفتن کن. بعد میبرمدم بجاون بعد میگفت ای تر میکردیم میگفتم بعد خیلی میرفت. بابا یاشین؟ نه آدینه خودش یوشیم بعد مردم دراو میکرد بری برو میستودیم بعد اون وقتا یووا میگفتن بعد سر میکرد. یکم میگفتم که اوزان میگفتم باشه میگفتم بعد خیلی مجبور میکرد. آدینه عجایب بود. انسان خوب بود. عجایب انسان بود. عجایب انسان بود که خیلی دیگه ای تاریخ نیست آخر نمیره. خیلی کاری خداوند خدا میبرد. لیکن بابای هاشم هم عجایب آواز خود همین که سوال کنید. دهه نیمدره ساکنانش را سالهای 50 عصر گذشته با وادی‌ها مهاجر کرده بودند. بعد سالهای 90 دهه از نو آباد گردید. زیاده از 25 خواجگی از ناحیه‌های واسع و همدانی با دهه بابایی برگشته اینجا را آباد کرده زندگی دارند. شغل ساکنان باغداری و چارواداری است. آدینه هاشیموف هم مقصد داشت
که دوره پیریش را در محیط دوستان در زادگاهش با خوشحالی و آرامی گذراند. با خواهش او در حولی پدریش برای او همدهگانش این خانه را ساختند. همین امیدش به همین زادگاهش بده دوره پیریش. امیدش اساسی به همین جا بود. امیدش همین جا بود. نظرشاه هاشیموف فلکسرا یکی از مخلصان آدینه هاشیم است. او فلک راغی میخواند. ای کهنه جهان و یک شرر می سوزده، ای بدگیریه شب دلی سهر می سوزده. ای غافی تو مباز یابی چشمی دیگرانه ای. ای آتش کیفی تاد خشک و تر می سوزده، ای آتش کیفی تاد خشک و تر می سوزد. نظرشاه هاشیموف یک نفر هوسکار است، هنرمند نیست. مخصوصا دانشگاه یا مکتب مخصوصی سند را ختم نکرده است. اصلا متخصصی راهساز است و این توجه او به سرود فلکی او را به همین راه برده است. اکه نظر شما حاضر فلکی راغی خواندید، هم بخیر؟ بله. فلکی راغی از دیگر نمودهای فلک چی فرق دارد؟ خارج همه فلک یک چیز است، فقط هر منطقه با لفظ و با منطقه خود می فلک میخوانه. مثال ما اصلا معدمی راغ نقیه شمسین شاهین سابق شروع بود فلک راغی میخوانه. مکتبی است که از مکتب استاد آدینه هاشیم، استاد فیضعلی حسنوف، پیگیچر صادق و دولتمند خالوف، سفری حافظ، بابای معصوم شکور، فرزندانی بابای معصوم شکور، آمادگی تا استاد اکیتیلا گدایف، شریف سنگوف، شخصیتی هستند که فلکی راغی رو و تمام اسلوب و سنت خود میخوانند. برای چی فلکی راغی میگویند؟ فلکی راغی برای چی فلکی راغی؟ این فلک اصلا مال مردمی راغ است. امجد ما فکر میکنم این فلک مردمی راغی میگه. یک قدیم وجود داشت تا امروز آماده شده است. وقتی که شما فلک میخونید، فلکی راغی، چخیل تصورات خطی، چخیل خیالات خطی، چخیل حسیات خطی میخونید همین موسیقی را، همین سرود است، سرودی فلکی راغی. ما فکر میکنم فلک خواندن خودش یک استعداده، استعداد خداوندیه. در بدن هر یک کس، در خون هر یک کس همین چیز وجود داشته باشه میخونه و تقلید با چقتی به فکر نمیشه. یعنی شما اون چیزی که خواندین این گذشته های، این تقلید به گذشته های، چیزی که ما میدونستیم مثال چیزی که دیده بودین، شنیده بودین، مخلص هست امروز، مخلص های فلکی راغی شما بیره مشاهده در کردین؟ زمینی که فلک رویده است، سبزیده است، ما فکر هیچ وقت گم نمیشه اوجا. هیچ وقت انا حواس رغبت مردم به می ژانر فلک گم نمیشه. مخصوصا همین ژانر فلک راغی چی میته به شنونده؟ یک روحیه نغز میباشه و ماندگی آدم میگیره. قدر ما فکر میکنم. مثلا شما ماندگی تو نمیگیره، حس میکنین وقتی میخونین سرود؟ قبول 100%. در دشت و جمونیم در روشن چو چراغ است،
دشتی جمونیم در روشن چو چراغ است اصل و نسبی عادی نه از افسلی راغ است جویایی اگر تربتی حافظی خوشخانه در سینه لوچاب همان بلبلی باغ است آدینه خوش صدای و کبگی سهرم کو یک مدی سناگو یجم پرهنرم کو در نمازی آدینه هم از یکی خدا بوده ای پیغمبری مومینا نوری بشرم کو یه پیغمبری مومینا نوری بشرم کو یاری از نیمدره و دشت جم قدقد آبینیو و دریای پنج ما طرف خوجه غلطان راه پیش میگیریم تا آنجا ما یک چند دهه دیگر رو میگذاریم. این دهه ها منظره های جالب دارد که در خاطر بیننده تا دیر باز میماند. این قطار کوه ها با کوه فروش داخل میشوند و در اینجا دهه های زیاد هستند که شخصیت های نامدار از این دهه ها برآمدند. با مثل انا این دهه سنگانل این زادگاهی فلکسرا فیضعلی حسن می باشد. درباره همین دهه عمر خان کم ترک معلومات. دهه سنگانل در خطر کوی فروش جوگی باشد. این در جماعتی دهاتی دشت جم داخل می شود. بهترین صنعتگران، بهترین هنرمندان، بهترین فلکسران در همین ده در دنیا آمدند. اینجا فیضعلی حسن فیضعلی حسن آزادمو محترم و اشوا عبدالرشیدوف حبیب عبدالرزاق هنرمند مردمی در همین یک دهه کوچک خوردکک بر یک کوه در کوکی در هم شبکت این دهه شاهان است در رو پرو با دهه خواهانی جمهوری اسلامی افغانستان که همین دهه شاهان هم بهترین. این دهه که میبینیم بر یک کوه ده این چه شرایط ها داره؟ در دهه مکتب دارم، مکتب هست؟ مکتب است، دخترخانه هست، همه شرایطی که هستن و از همون بالاکو برای بیدو برای دیگه آب وارد است و چشمه مردم علیه شده مردم اصلا در اینجا با چروزوری باغداری و دهاتی دشت جم ماهیون وقتی توت پز است مایل چشیدن توت کرده به دهه کشت رسیده با این حولی در اومدیم. این توت دهه کشت شیرین یکی از میوه های دوست داشته حافظ خلقی تاجیکستان قربان زردکوف. با این حوله که اینجا من نشستم این حوله ما باشه که قربان زردکوف تیز با اینجا میآمد با اینجا می آمد و سای رسول یکی از نزدیکان قربان زردکوف هستند. مرحمت خاطره های خود رو درباره همین قربان زردک و شخصیت ها هنرمندان معروفی که از همین شرابوت به او رسیدند. اصلا ناحیه شرابوت بگیم ریشه حافظای جمهور است. از آن جمله آدینه هاشم، دولت خال، گلچهره صادق، فیضعلی حسن و قربان زردک زاده دهه کشته. ما با یادداشت‌های ما بچه‌های خرد میده بودیم سالهای سیاد قربان زردک دائم حال احوال مردم خبر میگرفت، دائم دبانی همین اهالی بود، دائم مردم قضیه یا بزم یک سرودای بهترینش میگفت. راستی گپ قربان زردک پر وطنش دوست می داشت. دهه کیش می آمد میرفت. خاطرش اگه ما در کمتر ما میده تر دین کمتر خاطرهای ما در نیسته قربان زردک اساسگذاری چکن کلوبای. روحش شده منزلش بود. اگر اودینا هوشیم فلک
одина ҳошим ҳам хунаи мо рафту омад дошт. падари мо қати рафиқи сахт буд. қарбонзардак меомад, одина ҳошим ҳам дар хонамон дидагием, ма файзали ҳасана дидам, мирзоватан мируфа дидам, абдулхайри ҳошим, ҳама дӯстои падари мо буданд. ма қати ва дар душанбе ҳам бо ҳамроҳи падар шидагием, суҳбат кардагием. баъзе 2-3 рӯз падари маро намемонданд ки қати мо мегардем. روحشون شاد باشه. روحشون شاد باشه. خوش آمدین شما. بعد ساعت سفرمون رو ادامه دادم ما به دهه خواجه غلطان میرسیم. خواجه غلطان مرکز مأموری سابق بیکی ملکی تیرای بود. معنای این نام رو قربان مجنونوف ساکن همین دهه شهر میدهد. او در اسرهای 10 و 11 یکی از اولادان خواجه عبدالله انصاری که وی زاده و ساکن و عمرش را گذرانده در هرات افغانستان است، جمهوری اسلامی امروزی افغانستان، و یکی از شخصیت‌های خیلی برآمند و متفکر و فیلسوف و ادیب و یکی از شیخان بسیار برآمند عالم اسلام بود. یا همین خواجه همون شخصی که به همین جا گذشته است و عنوان خواجگی را گرفته است، نام احترامی خواجگی را گرفته است داشته است و اصلا نامش خواجه حیا بوده است. همین خواجه حیا وقتی که از همین دهه خواجه غلطانی ما یا که از کدام دهه خواجه غلطانی در کدام ناحیه در نباشد که گذشت میکرده است، به یاد خدای تعالی برای در وقت مدح و ستایش پروردگار همین باونج آمده به شوق آمده شوریده بیقرار شده بی‌سامان شده افتیده غلیده غلطان خدا را ستایش میکرده است، یاد میکرده است، سرود بعضن به اتهام میخوانده است و همین در عشق و در محبتی الله تعالی این محبتی که نسبت الله داشته است او را برقرار کرده، غلیده و افتیده گذشته میرفته است. باز خسته و باز راه گشته و باز به خود چیزها گفته و باز همین عمل رو تکرار میکرده است. از همون وقتی که این عمل رو، این کار، این شخصیت رو، این آدم رو دیدن، باشندگان همین اطراف که مشاهده کار بودند، بدتر وقتی که این آدم اینجا گذشته رفته است، با همین دهه‌ای که چند کس استقامت میکرده است یا که دوتا از این بعض دهه‌های دیگه بودند، با همین خاطری همین عملی، همین شخصیت، همین آدم، همین دهه رو خواجه غلطان کرده. این تاریخی زیاد نه تاریخی نهایت داشته که بیش قریب 1000 سال تاریخ داره. خواجه غلطان در این دهه زیاده از 300 خواجگی عمر به سر میبرند. شغل اساسی مردم مانند دهه نیمدره به باغکاری و چرواداری روانه گردیده است. زیرا برای مشغول شدن به این شغلها اقلیم مساعد موجود است. زمستان سرد، شمال خنک و تابستان سلقین. در این موضع جمع‌آوری غله ماه سپتامبر آغاز می‌گردد. لیکن چیز دیگر مهم میگویند که خواجه غلطان مکان ادیبان و فلک سرایان است. ما در دهه خواجه غلطان قرار داریم و با یک چند ساکنی آن درباره فلک پرسان میشیم. السلام علیکم. شما در زینکا اول خودتون شناس میکردین؟ من زاده همین ناحیه شانسدین شاهین دهه خواجه غلطان. شما فلک خوانده میتونید؟ البته میتونم. اگر ممکن باشد 2 مصرع فلک. دیگه 4 تا میزنم. مرحمت. جان این بلندی مرکز کانی فلکه جان شورا با جمله مردا نی فلکه جان خوله عالی اگر دین بودا جان ساز دولت من دی خان جانی فلکه
شما کدام نمودی فلک خوندید از فلک دشتی فلک دشتی ای از فلک راقی یگون فرق داره فرق داره که فرض کردیم انا میشه است که این ما که در کوی این در چیز باشه راقی که جماعتی چی میشه جمع بستی شما خواندگین این مسئله ده یا از یگون کس آموختین از کلانترها آموختیم همه فلک میکنن همه فلک میکنن فلک چند نمود میشه دشتی میشه راقی میشه انا برادری موشی فرض کردیم چی میشه وسط این چی داد شما در فلک همین وقتی که فلک همه غم و اندوه همه این چی آدم نمیبره همین وقتی که آدم انا بدنیام که اومد هزار یک مصیبت هزار یک مصیبت است که در نزد خداوند سیمسون میآفرش به همون قطعی میشه میبریم در همه اندوه چی خمونه سلامت باشید در دهه خوجاغلطان توجه نسل جوان هم به خواندن سرود فلکی سال تا سال می افزاید عثمان حیدر یکی از این جوانان است فلک پیش از استاد آدینه هاشیم مردم ما میخواندن از آن جمله اولادای ما پیشترای ما یک فلک سرای بهترین بود که همچون با گفتی مثال توای ما با گفتی مثال شخصانی بزرگ همین دهه همین ناحیه شمسین شاهین سابق شرابات همین خیلی فلک خونه بده است که فلک راقی رو چند نمود میسرایده است خودش سفر هم داشته است از همین سو فلک سفری که میگن این رو من در دوره دانشجویی هم همین خیلی میخوندم با دستگیری استاد کریم صدلا استاد فراغت عزیزاوا همین رو با نظر گرفتن در کتاب یونسکو داخل کردن فلک سفری این فلک راقیه فلک سفری فلک سفری با کدام حساب سفری میگفتن بسیاری انسان‌ها بسیار فکر میکنن که فلک سفری در سفر فلک میزنی نه اما انسانی که فلک میزند سفر نم داشت پیش از پدر بابای آدینه هاشیم بدن راقی به اما راقی بده است اما فلک سفری دم سریش را بخون هنوز من میخونمشم انا کو فلک راقی را برای چی راقی میگن بسیاری انسان‌ها تا حاضر را بس مناظره ولی هم حل نشد همین هر کس فکر شخصی خودش رو بیان میکند من شخصا فلک راقی برای چی فلک راقی میگم برای که راقی ها میسراین راقی ها نه منطقه که از ما شما حضور داریم مرکز مردمی راقی تاجیکستان عزیزمان است خوجاغلطان این خوجاغلطان 99% همش قریب راقی است با بالا دهه سیودره با همش رو فلک میخونن دهه سیودره دهه دیودار دهه خوجاغلطان خب جوانان خب فلک سفری را دو مصرش بخونین انا فلک سفری که گفتیم سفری بیگو میخوند همه روزی من دو مصرش مثلا چند زینه به زینه میخوندم هم کسم زینه به زینه میخوند چرخی فلک چرخی فلک چرخی فلک خواب دیدم چنین همه گفت ملک خوشبخت کسی است که در جهانی گذرانه هر کس بدید به دست خود نان نمک هر کس بدید به دست خود نان نمک بینندگان عزیز عثمان حیدر عثمان حیدر فلکسرای جوان جمهوری از دهه خوجاغلطان از حولی عثمان حیدر با تأثیرات نیک برآمده داخلی حولی دیگر میگردیم در دهه خوجاغلطان در کدام خانه‌ای که نداری حتما در آن خانه دف و غیجک و دوتار آویزان کرده شده است این لحظه ما در خانه یکی از ساکنین دهه خوجاغلطان نعیم سلیمان قرار داریم سلام علیکم اکای نعیم سلیمان شما نازین سلامتی و خوب شما دستان در غیجک دارین معلومه که هر یک ساکن خوجاغلطان فلک میخونه ممکنه یک فلک بخونین بازی مرحمت
فلک پروای پیغمبر ندارد فلک پروای سیم زر ندارد عجب رسمیست رسمی آدمی زوجی کی جانش می رود باور نداره کی جانش می رود باور نداره کدام نمود فلک حاضر شما خوندید؟ این را فلکی راغی میگه فلکی راغی ای چه خیلی فلک های؟ اخی فلک چند نمود می شود راغی می شود دشتی می شود علمناک می شود بو فلکی هستی ای مستی می شود ای مستیش چه خیلی فلک های؟ ای مستیش خیلی وقتی که انجا خون که جوش زده چیش هست یا بعد جوانی چاچا میزنی بعد ای فلک راغی چی؟ همیشه هم میخوام دودی دلم میبرورم ای شما چند ساله فلک میخونید؟ خیلی ای سالای ای 15 سالگی این طرف نه ای شما از کی خوندن شروع کردین؟ خیلی پدرمون میخوند انا با ای بعضی استادا ای همسایا میخوندن مصفیدا میخوندن همین چه دندلی ما جو کردیم اگر حساب کنیم یک 100 ساله ها پیش هسته که همین نسل اومده است شما دوام داده است این فلک گذشته شما فلک رو بود دایره خطی میخوندن دایره خطی دف خطی میخوند دف خطی میخوندن دوتور خطی میخوندن دوتور دف تماشاگران ارجمند بینندگان عزیز این بود برنامه ما در موضوع فلکی راغی شما حتما درباره دهه های خود نویسید چه چیزهای جالب در دهه شما هست شما نویسید ما حتما به دهه شما می‌آییم